آقای مبارک شاید صبح روز بعد از اون یک شرایطی به وجود می آورد که امثال احمدی نژاد بخوان از اون به عنوان یک پیروزی برای خودشون اون رو بخوان قلمداد بکنن. ولی به طور مسلم کنار رفتن مبارک از بین رفتن سیستم حکومتی مصر نیست، زیرا انسجام حکومت مصر همیشه بستگی به انسجام ارتش داشته و ما می‌بینیم که ارتش کماکان در اون مملکت مانند 60 سال گذشته در کنترل کامله و اصلاحاتی هم که باید صورت بگیره رو داره با مشورت با دولت‌های بزرگ غربی و اینها در اون راستا قدم برمی‌داره تا به نارضایتی‌های واقعی مردم رسیدگی بشه و یک رفرم‌های اساسی صورت بگیره. در ایران همچین چیزی نیست. این پیروزی موقتی که آقای احمدی نژاد با بوق و کرنا به نفع خودش و حکومتش اعلام کرده بازگشتش روی خودشونه. یعنی اینکه مردم مصر تونستند یک حکومت قوی رو به زانو در بیارن و رئیس جمهور حاکم کسی که 30 سال اونجا بود رو از کار برکنار بکنن و در راستای رفرم‌های اساسی قدم وردارن، این یک نوید مثبتی است برای مردم ایران که اونها هم میتونن. منتهاش برای اینکه بتونه همه اینها در کنار هم قرار بگیرن، این مهره‌ها و مردم به اون آزادی که باید بهش برسن، این نیاز به این داره که شعارها یکی بشه، خواسته ها مشخص بشه و حرفهای چندگانه زده نشه. یک چیز برای مردم مهمه، اون کنار زدن جمهوری اسلامی، سیستم حکومت مذهبی، روی کار آوردن یک سیستم دموکراتیک و سکولار. این خواست اکثریت قاطع مردمه. حالا میخوان اینها راست باشن، چپ باشن، میانه باشن، سلطنت طلب باشن، جمهوری خواه باشن، آینده مردم دست خودشونه. روی این اصول اگر متفق باشن، نه اینکه بخوام به عصر طلایی خمینی برگردن، اون که دردی رو دوا نمیکنه. تمام بدبختی‌های ما ناشی از اون روزهای طلایی بوده که به اینجا کشیده شده. بله، همون روزهای طلایی که 12,000 نفر از جوانانی رو که 7-8 سال در زندان‌ها بودن اعدام کردن و مخفیانه جسداشون رو تا به امروز هم پس ندادن. من با اجازهتون میخوام اینو اضافه بکنم. بله. این به نظر من نقشی که جنبش سبز در ایران بازی کرده حقیقتا قابل ستایشه و من نمیتونم و نمیخوام کوچکترین کریتیکی از اون بکنم، ولی من یک چیز باید بگم، چون این وظیفه اخلاقی من به عنوان یک شهروند ایرانی است و اون این که اگر حضور مردم در خیابانها در 1 سال و 9 ماه گذشته به اون میزانی که همه انتظار داشتن نبوده، به خاطر اینه که مردم آماده فداکاری و از دست دادن به اصطلاح اون تطمعی هم که براشون بعد از 32 سال حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی باقی مونده، به خاطر اینکه بخوان به عصر خمینی برگردن رو ندارند. این همش سرکوب احمدی نژاد نیست که مردم تو خیابون نیستند. مردم باید باور داشته باشن به اون سرنوشتی که میخوان بهش برسن. تا اون رو مسئولان سیاسی اما از هر طیفی که میخوان باشن روی اون نکاتی که با هم توافق دارن و من به عنوان یک کسی که 32 سال کارم فعال هستم و با تمام افرادی که در صحنه سیاسی ایران مبارزه کردن دارای روابط نزدیک و دوستانه هستم، من قاطعانه میتونم بگم اگر هر نوع به اصطلاح اختلاف سلیقه‌ای روی ریزکاری‌های مسائل باشه، در این که ما باید به سمت یک جامعه آزاد، دموکراتیک، سکولار که در اون حقوق انسانی و بشری تمام ایرانیان رعایت بشه، یک توافق کامله و این اساساً با اساس ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی متفاوته. ولی ما همگی این دارای این مسئولیت هستیم که این نکته رو روش پافشاری بکنید. مردم با این شعار آماده همه نوع فداکاری است. آقای دکتر خونساری، رسانه‌های ایران تا صبح جمعه گذشته مرتباً میگفتن که امروز بیعت 70 میلیونی مردم ایران با آقای خامنه‌ای تکرار خواهد شد. عکسایی به راستی شرم‌آور از تظاهرات روز 22 بهمن در رسانه‌های بین‌المللی در همین دوربین‌های همراه مردم ایران منتشر شده بود.
بود. باور کردنی نیست که با اون همه خرج و کبکبه و دبدبه آخرین تتمه نیروهاشون در خیابانها بودن که به شدت پراکنده بودن. یعنی هر کس دیگری به جای این حاکمیت بود واقعا یه مقداری شرم و حیا میکرد. کدوم 70 میلیون نفر در واقع حاصل اون تبلیغات کاذب و دروغین سران جمهوری اسلامی این هستش که شعارهای خیابان‌های امروز در ایران و در تهران به خصوص این است که مبارک بن علی نوبت سید علی. بله. سید علی حیا کن، مبارک رو نگاه کن. بله. این با اون حرف‌ها یا بیعت 70 میلیونی اصلا همخوانی نداره. این شعاری که من نساختم، این شعاری است که امروز تو خیابان‌های تهران مردم عادی دارن فریاد میکشن. اینها به هر نوع به هر وسیله‌ای متوسل میشن که بخوان افکار عمومی و افکار درونی رو منحرف بکنن. و حقیقتا آقای خونساری از همه این چیزا گذشته. بله، حقیقتا آقای خونساری مردم ایران بیشتر لیاقت، یعنی باید سریعتر به این آزادیشون میرسیدن، چون این مردم ایرانن که از هر نظر سرکوب شده هستن. شما به تونس رفتید، من رفتم، شما به مصر رفتید، بنده بارها مصر بودم. مردم مصر و تونس همه چی داشتن، شاید یک مقدار تنگناهای اقتصادی به اونها رو گرفتار کرده بود، یک مقدار تنگناهای سیاسی، ولی هیچگاه در حد سرکوبگری های یک نظام به راستی فاشیستی مثل ایران نبوده. به هیچ عنوان نبوده. ولی مسئله این استش که اون اهرم‌های قدرت در ایران تا زمانی که با اراده واقعا میشه گفتش که قاطع مردم روبرو نشن، همون کسانی که میخوان به اصطلاح در یک افراد متنفذ و قدرتمندی که در سپاه هستند و نمیخوان برخلاف مردم قدم بردارن، با این سرکوب ها مخالفن. من میخوام تاکید کنم این فقط در ارتش ملی ایران نیست که اینجوره، در درون سپاه، در درون همین نیروهایی که اینها تو خیابون ها میفرستن، امثال بسیج، مردم عادی آمادگی شلیک یا کتک زدن به اصطلاح هم فکران هم میهنان خودشون رو ندارن. این نه تنها در ایران، در همه جای دنیا ثابت شده. موقعی که میزان تنفر از یک سیستم به اون حدی است که امروز در ایران از این حکومت اسلامی وجود داره، مردم و هم کسانی که در نیروهای انتظامی هستند همه به دنبال این هستند که خودشون رو در چارچوب خواسته ها و اهداف مردم قرار بدن. من خیلی نسبت به این موضوع امیدوارم و این اتفاقاتی هم که در ظرف این یک سال خورده‌ای رخ داده من رو خیلی تشویق کرده، به خصوص با توجه به اون ارتباطاتی که از سوی خیلی از مقامات بالای سپاه پاسداران با امثال افرادی مثل من و دیگران در خارج از کشور گرفته شده. یعنی من فکر نمی کنم که این وضعیت بتونه زیاد ادامه پیدا بکنه، به خصوص با توجه به اون سیاست‌های گستاخانه‌ای که احمدی نژاد در زمینه‌های در عرصه بین‌المللی میکنه که به انزوای دیپلماتیک ایران هم کشونده شده. آقای دکتر خانساری، مردم ایران و بسیاری از ناظران بین‌المللی، حتی رهبران جهانی، به آقای اوباما و کارنامه ایشون نمره بسیار ضعیفی، اگه نگیم صفر، رو رفوزه شده در مورد رخدادهای 1 سال و 9 ماه قبل ایران میدادن، در حالی که ایشون زبونشون خیلی خوب باز شده بود، مثل که به اندازه کافی تخم کفتر خورده بودن تا این رخدادهای مصر به وجود آمد. الان عملکرد اوباما و جامعه بین‌المللی رو در قبال حمایت احتمالی از رخدادهای ایران چگونه میبینید؟ خب ببینید، مسئله این هستش که سرنوشت مردم ایران باید به دست مردم ایران باشه. ما باید حساب خودمون رو از خارجی ها جدا بکنیم. اونها قدمی برای ما بر نمیدارن که خودمون آمادگی برداشتنشو نداشته باشیم. ولی همین آقای اوباما هم که پارسال به دنبال سازش با احمدی نژاد و دار دسته اون بود و در بدترین شرایط سکوت کرد و از حمایت مستقیم از مردم ایران ممانعت کرد، امروز دیده که با احمدی نژاد و دار دسته او، حتی با اون قیمت گزافی که میشه گفت آبرو و پرستیژ خود او به میزان فوق‌العاده زیادی بود، نتیجه‌ای نگرفته. و مشخصه که امروز موضع اوباما با موضعی که 1 سال و نیم پیش داشت
فرق کرده. امروز اوباما ناچاره در حمایت از مردم ایران همون حمایتی رو بکنه که از مردم عادی مصر کرد. ولی من باز دو مرتبه میخوام تکرار بکنم، این غلطه که مردم ما فکر بکنن یا منتظر این باشن که آقای اوباما یا نمیدونم پدر جد او یا هر کس دیگه بخواد از ما حمایت بکنه. بله، پدر جدشون کنیایی هستن و ما میتونیم این مبارزه رو به پیروزی بدون هیچ کمک خارجی برسونیم. بله، سپاسگزارم. آقای خانساری همراه ما بمونید. آقای مهدی فراهانی، آخرین تحولات ایران رو در این 1 دقیقه باقی مانده بفرمایید. درود بر شما. من به خاطر محدودیت وقت سریع عرض میکنم. گزارش‌های تازه حاکی از اونه که با تاریک شدن هوا و عدم امکان عکسبرداری و شناسایی معترضین از سوی نیروهای سرکوبگر، افراد تازه‌ای در حال پیوستن به جمع معترضین هستند و جمعیت از ساعات اولیه روز بیشتر شده. اتومبیل‌ها مداوم در حال بوق زدن هستند و ترافیک پیچیده و سنگینی در خیابان‌های تهران به وجود اومده و با افزایش جمعیت زد و خوردها با ماموران امنیتی هم اوج تازه‌ای گرفته. CNN در گزارش تلویزیونی خود صحنه‌هایی از تظاهرات امروز ایران رو به نمایش گذاشت و رضا سایه، خبرنگار CNN، خبر داد که شمار مردم معترض در میدان آزادی تهران به 10,000 نفر رسیده. همچنین بنابر مشاهدات یک شاهد عینی، مردم در خیابان آزادی تهران با سد کردن مسیر اتومبیل‌ها فریاد مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر ولایت فقیه سر دادند. همچنین فیلم‌هایی در یوتیوب داره به تدریج منتشر میشه. از نارامی‌های امروز اصفهان در شبکه یوتیوب فیلمی منتشر شده که به وضوح فریادهای مرگ بر دیکتاتور در این فیلم شنیده میشه. آقای فراهانی، اون زنی که گفته میشه در درگیری‌ها در حوالی میدان توحید کشته شده، آیا همون دختر شجاعیه که بالای جر ثقیل رفته؟ مشخص نیست و خبر تکمیلی ارسال نشده. ولی چیزی که مشخصه فردا اخبار جدیدتر و کاملتری منتشر خواهد شد. بله، سپاسگزارم. تصاویری در یوتیوب منتشر شده که سطح‌های زباله در خیابان‌های تهران هم به آتش کشیده شده. بله، ما وبسایت فارسی رادیو اسرائیل داره لحظه به لحظه رخدادها رو بروز میکنه و شما میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. آقای فرهانی، از شما بسیار سپاسگزاریم. آقای دکتر، درود بر شما. آقای دکتر مهرداد خانساری، از حضور شما و همراهیتون و صحبت‌های گرم و امیدوار کنندتون هم بسیار سپاسگزارم. من فقط اینو به عنوان نکته نهایی خدمتتون عرض بکنم که روحانیون قم هم امروز در اعتراض به دولت، به خصوص شخصیت‌هایی مثل آقای وحید خراسانی و آقای صانعی که این حکومت رو به عنوان مستبدترین حکومت در تاریخ بشر قلمداد کرده